حادثه فاجعه باری که جان چند نفر را در اینجا گرفت، این حادثه تقریبا در ساعت 2 روز شنبه گذشته در همین قبرستان راحتی ناحیه وحدت رخ داده است. به گفت شاهدان حادثه مرگبار بعد از گرانیدن یک پیرمرد ساکن شهر وحدت که ساکنان به بالای زیل برآمده به خانه‌شان برمیگشتند رخ داده است. سبب حادثه را مقامات رسما شرح ندادند، اما شاهدان میگویند به احتمال زیاد ترمز زیل از کار برآمده از فراز به نشیبی با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. پسر زنده بود و شایعاتش مرده با وجود بانی صدا این دست شکستگی در دوشنبه دستش بردن دست ممکن شو میدوزن چومه که من 5 میدونم دیگه یاد شو ماشین میپره ها اونجا میزنه. گفته می شود در بالای ماشین بیش از 25 نفر قرار داشتند. 19 نفر جراحت برداشته برای تبابت به بیمارستان‌های دوشنبه و وحدت انتقال یافتند. راننده ماشین زیل بختیار مجیدوف ساکن شهر وحدت بوده است. زنده مانده امروز برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شده است. وقتی که ما به بیمارستان مرکزی ناحیه وحدت آمدیم در شعبه شکسته‌بندی آن 4 نفر بستری بودند. میرزا ولی شریفوف ساکن شهر وحدت که هنگام سرازیر شدن ماشین در بالای آن قرار داشت هنوز پره به خود نیامده بود و گفت رانه پای چپ و دستش سخت آسیب دیده است. اول اوستا اومد سکورس زدگی اومد یکی هم سکورس پای تونس رزمون قطعی اومد درخت زد. دکترها چی گفتن؟ کجای شما ضرب گرفته مایم شده؟ پوچه راست رامی پوچه راست. بو چی؟ اصلا نه پشتی دست سکوب گرفتگی گوشته. وقتی ما به جای حادثه آمدیم در یک گوشه نزد بینای پاسبان قبرستان پای پوش و لباسها و موزه های جوانانی که جان باختند خوابیده بودند. همصحبت ما میگوید وقتی ماشین از سر قبر می آمد تقریبا 25 نفر سواریان بودند. مقامات تعداد جراحت برداشته های این حادثه مدهش را 19 نفر و قربانیان را 7 نفر گفتند، ولی به گفته ساکنان وحدت شماره فوتیده ها به 9 نفر رسیده تعداد جراحت برداشته ها بیشتر بوده است. میرزا نبی خالقزاد شادمان یتیم، شهر وحدت، دوشنبه، رادیوی آزادی.